الا کن در میگیرم الا کن خوش میگی یک لحظه لطفا خدا کنترل بکن. ما کامرامن رو گوشه بگیرم که لعنت نخوره. یک لباس گرفتیم چرا میشه پیسش بتون ما فکر نمیکنم شما به یک لباس دلم لباس شما به من لباس داده بودین دلم که درش دادم دلم اون طرفش کردم شما به چی اصلا لباس های من دست میزنین؟ آره چرا لباس خیاطی زدی؟ خب کدام دلم لباسه من قدر دل درد که برم چی قمیش بگو که پیسش بتم دیگه بار اول آخرتان باشه بس شو خوش میگم بس شو گریه نکن خوش میگم بس شو گریه نکن سب یک لحظه گریه نکن یک لحظه بس شو خوش میکنم کجا لباس کن با شما مربوط نمیشه که من کجا میرم اومدی به خاطر سر بس شو یک لحظه تیر کدام سر کدام کار ما میخواستم یک برنامه داشتیم ما به خاطر از او آمدیم خب آره برنامه چی برنامه برنامه داریم بلدی کار شخصی من کار شخصی دست و لباس شخصی هست من هیچ کس رو نمیبینم دوت لباس من چیزی که از من هست که لباس هست که لوزو مالش سیاه رو چیزی که هست مرگم تو من میشه او هیچ کس حق نداره که با او مال من دست درازی کنه اگه هر اون چیزی که باشه شما به چی حق لباس ما رو آوردین کی رفته به خانه ما کی آورده لباس من آوردم تو به چی حق رفتی من آوردم خوش میکنم خودسردی چی من چی بگم همون لباس سفید صحیح بلا در پسش خاک در سرش نمیکنم گوش لطفا چرا میشه پیسش رو اون بدم لباس سفید قیمتش مهم نبود قیمتش خوب ببین که من گوش بکن همین که برای ما از هندوستان فرستاده شه اگر امو ویدیو را بلا در پسش سقوط میکرد در میگرفت امو ویدیو را خب اگر امو برندی که برای ما این لباس داده خب که همیشه برنامه ما را تکلیف بکنن خب و خانم فقط کار میکنن او ببینن اید اگر نبینه ببینن بگیم این لباس من شما چرا با آتش زدیم خب منم دلم لباسم باش من برای وطنداران بگیم دوستای عزیز اون لباس از یک پایین کو کم رکاوه پایین کو دیگه نبینم بیت